پایان بازی رو خواهد داشت. یه موقعیت برای استقلال خوزستان، یه قفله در خط دفاعی و گل زود هنگام. درناک تو به این سم میاد، باید مراقبت به عمل بیاد که نمیاد و بهت و ایرت در این لحظه از بازی. ستاره استقلال خوزستان بدونی حواسمون به صحنه آهسته بود که اینجا حواس پرسپولیسیان گویا پرت شد از مهاجمین استقلال خوزستان. اینجا در این لحظه فرصت یه مکس خونسردی کنانی زادگان شدن استقلال خوزستان استفاده ببره و حالا گل دوم برای آل کثیر. مردد گروسیان بیرون بیاد یا نه؟ ضربه آل کثیر، گل مساوی. پرسپولیس به بازی برمیگرده. دانیال اسماعیلی فر یه موقعیت، یه ضربه، برمیگرده زیر طاق دروازه. چه قوقایی برپا میشه در ورزشگاه آزادی.